برادر عزیز السلام علیکم. امروز نو کمتر بیکار شدیم یا که چقدر بگیم بارونای بیکار نیستیم. یکی با خواهش ما برامدیم بالا. حالا هم به حد بلند شدگی ما باید بر وقتتر می اومدیم. خیلی دیر کردیم. همین خیلی در اون جنگل خطی رفته ایستیم. ها بالا رو میگیم خبر گیریم چی گپای. حالا بلند شدگی بارون زدگی شو پوچامونو تر کرد. هیچ گپ نه. گفتیم بگردیم یکی گفتیم دکار نیست که اومدیم ده پوچامون تر شدن. حالا در تنش چی داره؟ شک داره، نم داره، شبنم داره. در پاچهات میزنه تر میکنه. داره وقتی گلی لالای ما هم برامدیم گویا سیری گلی لالا. گلی لالا هم امروز بارون بردگی محکمه. را ایده ها همین خدور اومدگیم. همینقدر. برادرها برامدیم سر تپه. کوگا هم هر طرف حافظی دارن. آوازشون بلند. فیلم در کامera نمیشنویشون. حالا وقتی خوردن شای حالا نیم بلند شدگی نیست. ولی 4-5 یه حصه بلند شدگی. یه علاف به حد بلند میشه. میای بیجا گذشتنی میترسی. هم خب بلند میشه. این برداره یه علاف 30 حلاف های مدل میگیم در جاهای ما. ریشه انظور باری نای. بارون هم سر کرد. این هم بچه ها ساغر های طرفی او دیده است ما را تماشا داره. این هم بچه ها درخت هایی که خم شدگی هستن. این خسارات ترمای هم سرگلدگی هم همین ترمای اوشتگی هم بالا اومدگی.
هر سال همین خیلی میره. امسال کمتر مدگه برف کمتر بچی با همین خاطر یعنی هر سال ای وقتی جو سیاه ندن جو ما بسرما داشت 15 همین مای جایی خیلی الاف میکرد 10-15 روز پیش نه بردارو در اینجا رو نو برامده است ندیدیم وقتی خوردن روشگی انا همین روی بردارو رسیدیم در نقطه تکیهگاهی نخچیرها نیکی نخچیرها نیستن همه جاهایی که نخچیرها میچرن همین جای معلفاده میان میچرن های شخو میچرن همین شخوده زمستان بردارو ما دادیم یک نوار هست ناموش هست در جستجوی نیگورش که تکه و خیاه انا همینجا میخمید میامد با همینجا را میگشت میرفت داخل تکه تویر همخواه نزدیک بود نمیخواه نزدیک دیدیمش اینه اگر کسی ندیده باشه تماشا کنه نامی ویدیو هست در جستجوی نیگورچکا و تکه و خیاه همه جاهایی که میچرن نقشی رو همین جاها هن نیکی ندیدم بچه ها بچشم راستی گپ امروز ندیدیم پگاه میبینیم کو حالا میایم یک جای برادر رو تماشاش میگیریم انا برادر یک نقل دیگر کنیم همین سر یال همین خیلی خمیدگیم اومدگیم با همین جنگلک همین جنگلک همین جنگلک اومدم پایین دیار نیست گفتم که با همین سر جنگل بریم شاید که با پایین فرماده بشه در بین همین ارچه ها اومدم که برای پایین خیرس اومد یک برادرمون اینجا شیشتگی بود تماشا میکرد با این طرف خمید اومد اینجا این برادر با این طرف خمید ما در اونجا تماشا میکرد خیرس دید خیرس ترسید خیرس به سر من اومد همین خدر قریب اومد همین سگ همین قریب اومد ای آوازی پشت شنویدم که شرخ پرخی گشتم که خرس یک ما خرس ترسیدیم خرس ما ترسید ای همین جنگل همین خیل ای همین جنگل ای جنگل همین خیل برابر گریخت اومد رفت همیشه تایلاقه که تینی بود برادر همین خیل راسته ایستادم ندیدمش ای برای پایین اومد جای خوش بود و فیلم بیدارش کردیم همین خیلی پیدا شد که یک 5-6 متر آوازی پشتش شنیدم آوازی شرخ پرخی پشتش شنیدم گشتم نگاه کردم که خیست با سر من ها گفت برات خودتی ترسید با گریخت برادر عزیزان اینا پیاز انزورن پیاز انزور وقتش نشده است باید همین قدری بوز بالا شود نگی پوستی بالا شای حاضر در درون همین قدرش دیگه مایده های اینا همش پیاز انزورن که در جاوز برمادگی هم نمیخیل تماشا کنی اینجا راهش دورای مردم نمیچینن شو برای همین بسیار برمادگی های طرز محکم کردن پیاز انزور را در نوارهای گذشتگی تماشا کنی برادران برادرها که ها هم سال شدیستن وقتی گشت نخشیرای نگی نخشیرها کدام طرفی رفتگی که ندیدیم شون راستی همیجا انجاهای چراشون آن همیجا در خواب میکنن همین سرسرای الله ما ندیدیم برادرش من نگاه کنی که میبینی برادرها این از یه علفم گذاشته نتویسیم میره میگن کینگی بدبوی این نرکین شاید تخم کرده است یه رشش در روزای وقتش نیست وقتی کلش گریخت بعد میچینیش رشش میچینی رشش برگشن هم خیلی های اینا با مانندی برگی کپوست های همین خیلی کلان میشه های نیجم هست همین خیلی کلان میشه و رشش غافسی در روزای رشش میگیری پوست میکنی قاق میکنی مایده میکنی نوس بر این میزنی
فایدهش برای کسل قند، برای فشار بلندی. انا همین کینگی زبردست میگن اینا. کینگی بدبویش میگن. کینگ. انا هم خیلی بردار برای فشار بلندی، برای کسل قند فایده داره. باز برای دیگر کسل ها هم فایده داره. خیر حاضرش همین قدر میدونیم. میریم با پیش. اینشم کینگ برادر وضعیت خرچ، وضعیت زنبورو، خوچ، چغوره وضعیتش خوب نیست. هر وقته سالا بعد از زمستون وقتی زمین یخ میکنه باز گرم میشه و بهار برف او میشوند زمین ملایمه. امسال در زمین ملایم خرچ، چغوره، زنبورو تیز میبرند. امسال بهار شد کمتر بارون باریده، هوا صاف کرد، آفتابی شد چند وقت، یک دو هفته زمین سخت شد تیز، خرچ کم برآمده است. ما هم آمدیم خرچینی خیلی یافتیم یک چند دونه حاضر میشینیم شون. نه برادر همینه خرچ، این هم خرچه، این چیز خوردگی بلوشه. الان فیلم میبریش کمتر خوک داره، خوکشم داروی کرم نداره، تازه های نه برآمدگی. یک روز دو روز بعد کرمش میزنه تازگیش میروه. برادر نرخی خرچ در شهر دوشنبه 40-50 سومن شده. اینجا یک چند دانه دیگر دیدیم، ایناش هم بگیریم. ایناش هم همیشه برآمدگی، همین روزا برآمدگی، نه برآمدگی برای سفیدن. در دیرتر ببره خیلی زرد میشه. این خیلی هم خرچه. برادر عزیز این بود یک سرگشت ما در کپشته. متاسفانه یگان شنیدیم برادر های باز دفعه که بارونه در این روز بارون نه خیرس میبره نه نخچیر میبره نه هیچ، همه استراحت دهن یا که در کرانتین چی میدونی هم. خیلی برادر عزیز حرکت میکنیم طرف خونه.